نکته هاشو چیز کنیم. ببین نکن از این که این سمت هستش که گرفتیم، درسته؟ اینی که نگاه میکنیم فاصله این کمتر از اینه، درسته؟ فاصله این کمتر. بعد روی بالاش آره این سمت که میخوابه یا تاقان داره این بر نزدیک تره. بعد توی بزرگه نگاه کن، این فیکس آکس خودشه. بعد این دوتا چیز آورده بهش وصل شده، لاتون گذاشته. این نداره، این خودش جای پیچی نداره. نه پیچی نداره. آره داخل بولبولینگه. باید این مرفاصله این پیش تنظیم میکنه. این احتمالاً پشت این یه چیزی داره که میفته اینجا. پشت اون دست ببر. اون دست ببر. آره همونطوری. بیار. ببین همه اینو ثابت کرده. اون نداشت. اون اینو ثابت کرده که به این فاصله اورینگش هم افتاده. این خب معلومه این و اینو ثابت کرده. اینو دیگه چیز هستش. اینم که اومده رینگ گذاشته، اینو ثابت کرده. بعد اینو هم با خود اینجایی که باز کردی چی داشتش؟ هیچی نداشت. این بعد همون پیچ نه در پوشه اینو گرفته، این وسطیه بالا پایین میکنه. پس این ثابتش میکنه. بیا ببینم اونا. آره همین وری همون وری. حالا اینو ما باید میدونستیم کدوم مال کدوم وره. ببین الان فاصله داره بیشتر این کمتر. یه اندازه‌اش چیزی یه اندازه‌است. جفتش یه اندازه‌ست. باید یه اندازه نباشه. نه اون تنظیمه دیگه. الان اینو نگاه کن بغلشو چقدر، اینو نگاه کن بیشتره. اگه قرار اینو در بیاریم جواد دنبال جسامه باشه الان در باشه اینجوری. ولی خب این دقیقاً اینو ثابت کرده توی این حرکت میکنه. ثابت کرده. ما اون در چی بود میبستیم گفتیم فیت نمیشه، این جلوتره. این یه ذره جلوتره. اون هم باید با هم فرق کنه. اوکی. پس اینو بیا در بیارید.